منطقه جریمه بازیکن ژیرونا حالا شوت میزنن تو به دفاعی ای خاک تو سر آردا. ما شدیم توپ بگیریم چیکار دارن میکنن اینا؟ بگیرین دیگه. نگاه کن 4 دقیقه گذاشتن پس بلاد. حالا پشت وینیسیوس بابا بده آردا دیگه این چه کاری میکنی تو؟ این چه کاری میکنی تو؟ این چوب بینگام چه کار اینجوری برای من تکون میدی که چیشه؟ رو استیجی داری برای من چه کار میکنی؟ یا پاس بده دیگه. انجام میده داور رو به جلو تو امباپه از گم میکنه برس بچسب عالی مال مایه بالا میاد چی شد؟ فرصت داره کلیان امباپه همچنان ثابت پاس پشت محوطه جریمه گولر باز هم اشتباه پرتغال دروازه و توپی که با اختلاف از بالای دروازه بیرون رفت گولر چه رفتن تو دفاع بیشرف هایی که انقدر کشیدن تو دفاعی که نگاه کنید شوامنی این فرانگارسا رو بس که یه بهترین بازیکن لالیگا شده این دفاع چپه بیشتر ضربات کورنر رایت‌ها به مرکز به سر که فعلا تو از محوطه جریمه دور میکنه مال آرنولد خب انگار یه حس خوبی میده آدم نگاه فقط میره گل شه آفرین دقیقاً توپ داره میره گل شه گرفتی چه پاس بدی داد آره میلیتائو فرصت دارن بازیکن رئال مادرید چیکار کرد میلیتائو آقا نمیداز دیگه امباپه سانت هم نمیتونه بکنی کم ندادن تو این دقایق اونجا چیکار میکنه خب اوت بود دیگه اونجا اصلا ساداش چیز استوپاش خوب نیست تا به اینجا بابا چقدر لیدر میلیتائو ازت تپاسی آخره تو این لحظات کاملا جلو تو چه گولی میخوری اصلا ای بابا درست پاس بدین دیگه همون استوب میکردی میداختی بالا چپ مینداختی آقا چی داره برینکان از زیر توپ نزن دیگه اون خود چه کاشت اون توپ بگی تو زیر توپ بزن آزگل بزن زیر توپه پاس میده به دروازه هر جوری هست دور میکنه رینکونو در مقابلش داره وینیسیوس جونیور بابا نرو تو عرض دیگه همش میره تو عرض همش میره تو لب خط اصلا پستش جدیده اصلا ژاوی پست داده فقط موقع پرس باید بیاد جلو والورده میره عقب و میاد جلو بینی تو رو خدا نرو تو عرض دیگه بابا نرو تو عرض دیگه یعنی یک بار تو بازی المپیادو کشیدی من همون گل شد همش داری میری تو عرض نتونسته گل به همراه نداره خطا شوامنی انجام یکی شوت نمیزنه اینجا بود با شما میایین گل میزنین اصلا مطمئنم سر یک غلطی بکنین دیگه همش تو وسطه حالا من مقرد طرز بازی کردن این بیشرف ها کشیدن دفاع اینا در سمت راست 4 تا خطا کردیم به جلو سیگانکو میاره رو شوت میزنه سیگانکو و تیمو کورتوا خیلی خوب توپو مهار میکنه بابا درست بازی کنین دیگه چه زاغداری بازی میکنی چیکار نمیکنی نصف نیمه اول تمام شد چیکار نکردی تو 2 دقیقه 2 تا شوت زدن 2 تاشم خطرناک یکم بازی رو باز کنین جان مادرتون دیگه بازی کنین یکم دیگه ای وای انجام دادن با هماهنگی بین وانات آقا میره بابا خودم اصلا هیچ کاری نمی‌کنین سال بلند تو خب بودو دیگه بابا بودو این دیگه چرا وای میستین راست الکس مورنو خیلی بد بازی اصلا حالم به هم میخوره از این دیدا به کند این تیم راه با یکم سریع اضاف شین دیگه حالا تو پس دست میده جود بلینگام یه سال بلند فاصله داره با کلیان امباپه برای هر دو تیم بزن وینیسیوس جونیور چی جوری داره شوت میزنه انگار مهد کودک با صد وایساده فکر میکنه این چقدر خره اصلا این آگاهی محیطی فرانگارسون هم تعطیله آقای موتی از این برمیم فرانگارسون سلام میدونیم من از این برمیم اون احمق بیشور داره یارو میده تو توپو نگهداری رفته باز پاس میده به تیبو کورتا که اون بره بگیره خودم
واسه بلند میلیتائو. ای بیشرف نتونست بزن دیزن این پاسار این سانتا رو باید انجام بدی. نمیدونم چرا سان نمی کنی. امباپه باید بیاد سان در کنی. این موقعیت تجمع بازیکن دو تیم داخل محوطه جریمه امباپه میخواد ماشاءالله پسر. اینجا تو خورد به دست امباپه. سریع هم کنم گل مردود اعلام کنه. سیگار. یه پاس اوناهی دروازه رو باز میکنه. گل اول برای ژیرونا. شوک ناگهانی به رئال مادرید وارد میکنه. عزالدین امیری زون 14 خالیه. زون 14 خالیه. خدایا. 18 به پایان رسیده. یه اشتباه در آغاز نیمه دوم میتونه کار به تساوی بکشونه. به مدافعین برخورد بابا چرا انقدر لاس میزنی؟ چرا انقدر توپ لاس میزنی؟ چرا انقدر میخوای بری جلو؟ نمیره والورده نمیره فرار نمیکنه ما اینقدر بازی بی غیرت داریم تو تیم. بابا ژاوی تو رو به جان عزیز دقیق کاراراس مسئول نیست بیار تو ول کنی فران گارسیا رو. نه سانت میتونه بکنه نه پاس میتونه بده. چه کار داره میکنه این؟ از سر نه کله بالاییه نه یه دور بر نگاه نکن اصلا نه که فقط بزنم زیر توپه بزنم زیر توپ رفت هر گوهی رفت یه خری میزنه بزنم زیر توپ بره اصلا نگاه نکنم به هیچ جا کورم جامنی خود امباپه بیریسی جونیور گل تساوی به ثمر رسید نه علاوه آفساید اعلام کرد. همون رو ول کن وایسا خودش برسه توپو دیگه همش تو آفسایدی. بدترین خط دفاعی و بدترین خط حمله لیگو داره نمیتونین گل بزنین. گل خوردین از این تیم گل خوردین. بده دیگه بابا بده دیگه بابا بده پاس تو دیگه تا کجا میخوای بری؟ کیلیان امباپه سوت داور حرکت امباپه میزنه و دروازه رو باز میکنه. 1-1 مساوی. پر اشتباه داره بازی میکنه توی این لحظه. آقا تنه دیگه آقای داور تنه دیگه. ببین کی اومده مسی اومد. لیونل مسی اومد. میخوادن همه رو دیر بده گل بزنه. توی بازی هم گل نزن دیگه آماری که بدترین بازیکن توی رئال گل نزنه تو بزنی اسم به تاریخ. بابا این کلا امباپه فرار کرده. بابا خودت بزن بری کنی دیگه. ای وای امباپه ای وای امباپه ای وای ای وای امباپه اوف توپ تو شرف خودت باید میزدی ول میکردی اونو دیگه. حالا با پای راست یه ارسال مفعول خطرناک فرصت هست برای کیلیان امباپه. توپ مارده یکم پایین دیگه. خب تو زیر توپ میزنی معلومه میره آسمون. بابا امباپه ما به خدا 3-1 نیستیم 3-4 اصلا جلو نیستیم ما اون کارو داری میکنیم. اما مساوی می تیم هر لحظه ممکنه گل بزنه مساوی شه. بزن دیگه تک به تک و پاس میدی به اون. تو بیشتر برای نمیده دروازه کدوم بر هست بعد سان میکنی پاس میخوای بدی به اون. بابا اصلا کله زد. خب داور اون چیکار کرد؟ آفساید بچه آفساید یعنی تو بو بازیکن برسه. اون چیکار کرد اصلا؟ خب اصلا نخورد به اون خود. اون اصلا چیکار کرد؟ خودشون زدن. چرا این لیگ اینقدر شوتش خوب نیست. یعنی تو تمرین شوت کار نمی‌کنی؟ یعنی با خدا قسم شوت کار مگه میشه یک مدافع میگم مدافع یک وینگر این ور بازی کنه اینجوری شوت بزنه؟ دو بار تونست دروازه این تیم رو باز بکنه. یه جوری شوت میزنه انگار اومده اینجا کوچه‌های برزیل که اونجوری شوت میزنه. بابا دروازه‌بان گاوه مگه؟ نه خود مگه ذره محکم در بزنی. پاشو زد دیگه. زد بابا. زد پاشو.